یک ساعت دیگر برنامه خبری امروز از رادیو آزادی را تقدیم میکنم. برنامه مثل همیشه در وبسایت azadi.org، در یوتیوب در کانال آزادی ویدیو نشر می شود مستقیم، و هم در صفحه ما در فیسبوک که اونجا با نام رادیو آزادی هستیم. لینک یا که سیلکه برنامه را در ادناکلاسنی که هم بعد از نشر خواهیم گذاشت تماشا کنید. در برنامه امروز درباره آن میگوییم که ازبکستان بعد از سالهای طولانی یک گوشه مرزش را برای تاجیکستان باز کرد و ساکنان یک منطقه می توانند به ویزا به ازبکستان سفر کنند و از آن طرف به تاجیکستان هم بیاند. کدام منطقه است؟ اگر میخواهید بدانید شما هم آنجا رفته میتوانید یا نه، پس صبر کنید، برنامه را ببینید و شما خواهیم گفت. و خبر دیگری که داریم، گزارش دیگری که داریم از روسیه است که مردم آنجا منتظرند دانند که سبب سقوط یک هواپیمای مسافر بر که 71 نفر را کشت چی بود؟ برای چی بعد از 5 یا 7 دقیقه پرواز به زمین افتاد و پاره پاره شد؟ مردم منتظر گرفتن پاسخهای خود هستند. و هم یک گزارش جالبی داریم هم برای شما هم برای بسیاری از مردان تاجیک. وزارت فرهنگ توصیه داده است که ما در آینده یا جلک بپوشیم یا شیمی جنس. میخواهید بدانید که کدامی از آنها را توصیه دادند؟ صبر کنید تا یک ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی شروع می شود در وبسایت azadi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در یوتیوب، در کانال آزادی ویدیو ما را مستقیم تماشا کنید. نظر و اندیشه‌هایتان را بگویید.